اگر لبی نان ندارم اگر لبی نان ندارم مشتی خاکت نانی من این جوانی 15 ساله از شهر بوستون است. امروز برای اشتراک در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من به شهر خوجند آمد. او در نامیناسیون سرایندگی شرکت نموده هنرنمایی نمود. هدف اشتراک او در آزمون مذکور سنجیدن مهارت و ملکه سرایندگی و صیقل دادن استعدادش به حساب می رود. سرود دیارم تاجیکستان را بهر یکمان پیشکش می نمایم. سرود در ژانر عنعنوی می باشد. برای تاجیکستان باز یک سرود دیگر دارم که سرسپرده وطن. اگر دیگر دنیا وی وارد شود سرود تیار نیز دارم. تاجیکستان وطنی عزیزی من آزمون جمهوری بوده. امروز سنه 14 اکتبر دور ولایتی آن در قصر کاخ سوقدیان جنبست خواهد شد. در دوره ولایتی آزمون 26 نفر هنرمندان از روی 9 نامیناسیون که 3 ژانر را فرا میگیرد هنرنمایی می نمایند. غالبان دور شهری آزمون برای جهت اشتراک در دور ولایتی آزمون نیز خیلی آمادگی همه‌جانبه دیدند و البته نتیجه با بهاگذاری اعضایان با نفوذ حکمان آزمون که هم از ریاست فرهنگ ولایت سوخت و هم از پایتخت وطنی عزیزمان شهر دوشنبه اینجا حضور دارند معین کرده می شود و من باور دارم که چون سال گذشته که برای اشتراکچیان در دور جمهوری آزمون در شهر دوشنبه شهر خوجند را به طور ارزنده معرفی نموده بودند، امسال نیز من باور دارم که اشتراکچیان دور ولایتی آزمون نمایندگان شهر خوجند با تحفه ارزنده با نشان دهنده های بلند هنری و ایجادی جهت سهمگذاری مناسب به جشن بزرگ 30 سالگی اصلاحات دولتی جمهوری تاجیکستان امروز نیز به غالبیت از روی نامیناسیون شرفیاب می‌گردند. هنرمندان از روی ژانرهای نوازندگی، سرایندگی و آهنگسازی برآمد نمودند و سن سال آنها از 8 تا 40 ساله را فرا می‌گیرد. موضوع محتوای سرود و ترانه‌ها ترغیبگری وطن‌دوستی و میهن پرستی است. هدف اساسی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من دریافت هنرمندان بالایاقت میباشد. از روی نامیناسیون‌های هم نوازندگی اکادمیکی، هم سرایندگی اکادمیکی، هم سرایندگی استرادی، هم نوازندگی عنعنوی، سرایندگی عنعنوی، از روی سرایندگی استرادی و هم نامیناسی کامپوزیتوری شهر خوجند را معرفی میکنند و در مجموع از شهر خوجند 26 نفر نمایندگی میکنند، 26 نفر از سرایندگان و نوازندگان و هم از روی نامیناسی بسته‌کاری اشتراک میکنند و البته من خیلی که گفتم دستاورد ما را نتیجه جنبست معین خواهد نمود و ما باوری داریم که آن برنامه های ما، آن سرود و آهنگ ها، آن اجراچیان هنرمندان طبق طلباتی در نظامنامه مقرر گردیده که آن گویی که بازگو و انعکاس کننده دوران صاحب‌سالی کشور، دستاوردهای بزرگ جمهوری تاجیکستان و وصف و ترنم تاجیکستان صاحب استقلال باشد. در اساس در اطراف همین موضوع آمادگی دیدند. حکمان برای معین نمودن موقع اشتراکچیان به استعداد، صدا و مضمون و محتوا اعتبار جدی دادند. داوران بعد انجام هنرنمایی برآمد کنندگان اندیشه های خود را بابت کمبودی و موفقیت آنها ابراز داشتند. غالبان آزمون دوره ولایتی تاجیکستان وطنی عزیزی من برای اشتراک در آزمون جمهوری را خط به دست می آورند. آزمون مذکور با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود. زورشماف نشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.